من مجددا عرض سلام دارم خدمت دوستانی که به ما جدید اضافه شدن. خیلی خوشحالیم که آکادمی سرافلای رو انتخاب کردین برای وبینار شروع یادگیری هوش مصنوعی. وبینار ما در مورد شروع یادگیری هوش مصنوعی هست. میخوام حالا یه کلی بگم که شما تو این 2 ساعت آینده با چه مباحثی حالا در واقع بهتون ارائه میشه. هوش مصنوعی در واقع یه تکنولوژی هستش که در تمام صنایع از جمله آیتی، حمل و نقل، مدیریت و هر چیزی که حالا جدای از اینکه صرفا فقط مهندسی باشه، حتی توی پزشکی، حتی توی علوم پایه خیلی کاربرد داره و در دهه اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته. ما توی این وبینار با توجه به مهمانانی که داریم میخوایم به این موضوع بپردازیم که شما چه مسیری رو میتونین طی بکنین که در واقع بتونین به عنوان یک متخصص هوش مصنوعی تو این حوزه فعالیت بکنین، چقدر طول میکشه، از کجا باید شروع بکنین. آیا اگر غیر از رشته کامپیوتر و آیتی تحصیل کردین باز هم میتونین شانسی برای یادگیری هوش مصنوعی و کار به عنوان دیتا ساینتیست داشته باشین. و اینکه حالا یه سری پیش نیازهای مورد نیاز ریاضی و آماری چطوری هست تو این زمینه، زبان‌های برنامه‌نویسی متداول چیا هستش که شما میتونید از این زبان‌ها استفاده بکنید برای در واقع ورود به بازار کار هوش مصنوعی، و اینکه در واقع کدوم یکی از الگوریتم‌های کلاسیک و پیشرفته ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی رو لازم دارین و چطوری میتونید این آموزش‌ها رو ببینید. حالا اگر هم چه با هدف تحصیلی چه با هدف شغلی میخواین این حوزه رو دنبال بکنین، به چه صورتی میتونین در هر دو تا حوزه دانش مورد نیاز رو کسب بکنین، و اگر حالا مایل هستین که توی این حوزه کار بکنین چطوری میتونین وارد بازار کار بشین، فرصت کارآموزی توی این حوزه چطور هست و فرصت‌های شغلی توی این حوزه چه تو ایران و چه تو خارج از کشور به چه صورتی هست. این وبینار یک در واقع جلسه هست و اینکه در واقع شما رو آشنا میکنه با مباحثی که من عنوان کردم خدمتتون. حالا تاکید میکنم مجدد که وبینار ضبط میشه، توی کانال ما قرار میگیره که میتونین در واقع لینک کانال پشتیبان ما قرار داده، میتونین هم ویدیو ضبط شده این وبینار امشب رو، هم در واقع اخبار و آموزش‌های هوش مصنوعی توی کانال تلگرام ما دنبال بکنید. راه‌های ارتباطی هم برای تماس با ما هم از لحاظ تلگرام هست، هم اینستاگرام و لینکدین که میتونین حالا در واقع با این بسترهای ارتباطی با ما ارتباط داشته باشین، و اینکه در واقع حالا با این QR کد هم هستش که میتونین با اینها در واقع هم به کانال ما دسترسی داشته باشین، هم به اینستاگرام ما و سایت ما. من حالا قبل از اینکه شروع کنیم و مهمانان امشب رو خدمتتون معرفی بکنم، میخوام یه مقداری آشنا بشم با دوستان عزیزی که الان آنلاین هستن و در جمع ما هستن. میخوام ببینم که حالا قبلا توی وبینارهای ما شرکت کرده بودن یا اولین باری هستش که تو وبینارهای ما شرکت میکنن. 2 تا سوالم هستش که توی حالا کانال تلگرام ما پرسیده شده، خوشحال میشیم که اونجا در واقع توی نظرسنجی شرکت بکنین و اینکه در واقع بتونیم حالا بهتر وبینار رو پیش ببریم. لینک کانال تلگرام پشتیبان ما گذاشته، خواهشی که دارم اینه که به کانال تلگرام ما بریم و 2 تا در واقع سوال نظرسنجی که ما پرسیدیم در واقع اونجا جواب بدیم. خب دوستان هستن که اکثریت اولین بار هستش که در واقع توی وبینارهای ما شرکت میکنن. خیلی خوشحالیم که ما رو انتخاب کردین. امیدوارم که در واقع 2 ساعت خیلی پرباری رو داشته باشیم. برای اکثریت فکر می‌کنم اولین بار هستش که وبینارهای ما رو شرکت کردن. خواهش بکنم از دکتر مزروعی اگر که در جمع ما هستن در واقع خوشحال میشیم که حالا ارائهشون رو شروع بکنیم. نمیدونم شروع مسیر شما از کجا شروع شد برای هوش مصنوعی، ولی شروع مسیر من که خودم رو وارد هوش مصنوعی کردم تو ماه‌های اولی که رفتم آمریکا پیش اومد، چون من
خودم زمینه درسیم، زمینه مدرکی که تحصیلی گرفتم مهندسی برق بود. اما چی شد به هوش مصنوعی گرش پیدا کردم؟ اتفاقی که برام افتاد یه تجربه جالبی بود که من همون ماه اولی که رفتم آمریکا یکی از دوستامو دیدم که اون دوستم در رشته مهندسی عمران، بله ببخشید صحبت کنم که داشته باشید، در رشته مهندسی عمران تحصیل میکرد و توی دانشگاهی که بود تو شهر شیکاگو دانشکده عمرانشون به هیچ عنوان بودجه نداشت که بهشون پول بده و ایشون مجبور بود برگرده. تنها آپشنی که داشت یک استادی بود تو دانشکده عمران که اون استاد کار محیط زیست کرد در اطار عمران و کارش ملزم بود به یه سری کارهای ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی و این دوستان تنها راه موندنش تو آمریکا این بود که با اون استاد کار کنه. اون استاد پول داشت و به خاطر همون رفت شروع کرد هوش مصنوعی یاد گرفتن در حدود 8 سال 9 سال پیش و اون من میگفت مثلا عمران چه به هوش مصنوعی ولی من باید یاد بگیرم که بتونم مخارج اون در و همونجا من یه جرقه‌ای داد و قبل هم من با اسم هوش مصنوعی از خیلی سال قبل آشنا بودم ولی اونجا خیلی بیشتر به این نتیجه رسیدم که سرمایه و پول داره میره به این سمت تکنولوژی و هوش مصنوعی آینده بسیار گسترده‌تری خواهد داشت و من هم امروز سعی میکنم که این مسیر رو برای شما جا بدم، شما به نوعی موتیویت کنم که تو این مسیر چه پاسیبیلیتی، چه فرصت هایی در آینده هست و اگر شما مسیرتون با قوت ادامه بدید چه درهایی در آینده ممکنه برای شما باز بشه. محبت میکنی اسلاید بعدی بذاریم؟ بله، من در ادامه همون تجربه به این نکته رسیدم که واقعا یه چیز قدیمی هست که میگن علم بهتر از ثروت. بحث هوش مصنوعی یکی از بحثاییه که واقعا من فکر کنم این دوتا به هم گره خوردن. همین یک علمیه که شما یاد میگیرید، این ساینسی که یاد میگیرید، هم مثل فیزیک مثلا نیستش که شما ممکنه فیزیک خوب یاد بگیرید ولی اون پولی که قراره به عنوان یک آدم تحصیل کرده در بیارید توش نباشه. و در زمینه هوش مصنوعی شما اگه کارتون خوب بلد بشن بدون هوش مصنوعی چیه، سرمایه خود به خود سمت شما جذب بشه. و من خیلی مثال ها دارم که برای شما بزنم ولی فقط الان یک اسلاید آوردم که مثال های سرمایه هایی که میشه در زمینه هوش مصنوعی جذب بشه رو با شما در میون بذارم و شما ببینید که روند مثلا روند رشد سرمایه گذاری توی هوش مصنوعی به چه سمتی داره. اگه محبت کنید اسلاید بعدی رو بذارین یعنی ممنوشین حالت پرزنتیشن مود هم بذارین. ببینید این نمودار قبلش من عذرخواهی کنم که خیلی ممکنه واژگان انگلیسی اینجا به کار بره و من سعی میکنم که واژگان رو ترجمه کنم ولی من خواستم از نمودارهای به زبان اصلی استفاده کنم که کاملا شما حقیقت مطلب رو بتونید بگیرید. این نمودار رشد سرمایه گذاری توی زمینه استارتاپ هایی که مربوط به هوش مصنوعی است نشون میده از سال 2013 تا سال 2019. من 2019 بعد نشون دادم چون می‌خواستم تو اسلاید بعدی که این اسلاید مربوط به سرمایه گذاری باشه و اسلاید بعدی مربوط به علم و تکنولوژی باشه شما نشون بدم. و این اسلاید نشون میده رشد سرمایه‌گذاری در از سال 2013 تا 2019 در هر 3 ماهه این مدت. هر کوارتر میشه هر 3 ماه. و هر سال 4 تا کوارتر میشه. محبت کنید اسلاید قبلی رو هم. بله، شما میبینید که از سال 2013 رشد سرمایه گذاری به چه نحو صعودی گسترش پیدا میکنه تا جایی که تو فقط آمریکاست. در سال 2019 به رقم تقریبا 7 بیلیون دلار میرسه و این سرمایه گذاری فقط سال 2019 و 2019 بعدم به صورت به شدت صعودی افزایش پیدا میکنه. بنابراین میشه گفت هوش مصنوعی یکی از
پرسرعت ترین رشدها رو در زمینه جلب سرمایه در تکنولوژی امروز داره. اگه محبت کنید اسلاید بعدی بزنیم ممنون میشه. و این نه فقط تو رشد سرمایه است، بلکه تو زمینه علم و دانشگاهی هم همینطوره. این نمودار از سال 2017 تا سال 2023 نشون میده که چقدر استادی پروگرام یا برنامه‌های آموزشی تو دانشگاه معرفی شده در کل جهان به زبان انگلیسی که مربوط به هوش مصنوعی و این نامبر در هر هزار تاست. شما می‌بینید سال 2017 در حدود 88 صدم در هر هزار نفر، یعنی 880 برنامه آموزشیه و این عدد به تقریبا 2522 در سال 2023 میرسه. منظور من از این نموداری که به شما نشون میدم چیه؟ منظور من اینه که این پیام رو به شما منتقل کنم که اگر این بحث هوش مصنوعی شما بتونید توش پیشرفت کنید و بتونید آپ تو دیت خودتون بکنید، پنجره های بسیار زیادی هم در زمینه سرمایه‌گذاری و هم در زمینه دانشگاهی و به روی شما باز میشه که شما هم فرصت شغلی یا فرصت مطالعاتی در کشور خارجی خواهید داشت و میتونید زندگی خودتون متحول کنید. یه اصطلاحی که من همیشه دارم اینه که این فناوری‌های جدید مثل قطار میمونه که حالا کسایی که تازه دارن میان تازه دارن میپرن توی قطار و اونایی که تازه میپرن اون واگن‌های آخرن. حالا شما همین که توی این وبینار شرکت کردید در واقع رسیدید به اون واگن آخر. حالا شما باید توی این واگن‌ها بیاین جلو، یاد بگیرید و خودتون رو برسونید به واگن‌های جلو و کنار کسایی که تو واگن‌های جلو نشستن بشینید و پرسپکتیوتون رو نسبت به وضعیت شغلی یا وضعیت تحصیلی و نسبت به کاری که میکنید عوض کنید و هوش مصنوعی واقعا این کمک رو میکنه. یه اسلاید بعدی محبت میکنید. بحث هوش مصنوعی امروز توی خیلی از بیزینس ها و خیلی از شغل های مختلف مطرحه. حالا چند تا خانم نوری مثال زدن، ولی من خواستم یه مثالی بزنم که شاید به فکرتون خطور نکرده باشه تا الان. برای همین من رفتم سراغ صنعت بیمه. این نمودار نوآوریایی که در زمینه هوش مصنوعی شده در صنعت بیمه و این نمودار مربوط به همین سال اخیر. هدف من برای آوردن این نمودار به شما اینه که نشون بدم که شمایی که تو این وبینار امروز هستید شما اونقدر عقب هم نیستید. این بحث هوش مصنوعی بحث بسیار جدیدیه که هنوزه در حال نوآوری و ابتکار. ببینید تو این نمودار بحث اصلی خیلی لغات انگلیسی داره. من نمیخوام شما لغات انگلیسی رو بدونید. خیلی سابجکت های مختلفی از که مربوط به صنعت بیمه میشن و نوآوری که در زمینه صنعت بیمه میشن که تو هوش مصنوعی وجود اومده رو اینجا پلات کرده. پلات ها با 3 رنگ مشکی اصطلاح نمیشه میچول شده و این معنیه که به یه بلوغ رسیده بود فناوری تو زمینه صنعت و میدونن کسایی که این کار دارن میکنن در واقع چه میگذره. آبی روشن اکسلریت شده، یعنی سرعت پیدا کرده. نوآوری تو اون زمینه سرعت پیدا کرده. و آبی تیره و آبی بسیار روشن به معنی امرجینگ، یعنی تازه ظهور کرده. و این تو اسکیل نمودار تو اسکیل وایش اینویشن استیج یا استیج مرحله نوآوری شده. چیزی که من تو این اسلاید تو این نمودار خیلی جالبه اینه که از تمام این فناوری مختلف که در صنعت بیمه معرفی شده، حالا من کاری به فناوری صنایع دیگه ندارم، من فقط مثال از صنعت بیمه زدم که شاید اصلا فکر نمی‌کردی که هوش مصنوعی تو بیمه هم ورود کرده باشه، ولی الان میخوام به شما همین صنعت بیمه رو مثال بزنم. و نکته جالب برای من تو این نمودار اینه که تو این صنعت تنها یه دونه از فیلدها هست که به حالت میچورینگ و بلوغ رسیده و همون در صنعت در بالا سمت راسته. بقیه در استیج
یا سرعت پیدا کردنه یا تازه ظهور پیدا کردنه. این نکته برای چی مهمه؟ برای اینکه بدونید که کاری که شما میخواین شروع کنید، حالا اگه میخواین در زمینه هوش مصنوعی پیشرفت کنید و کریرتون رو بذارین، شما در وارد فیلدی میشین که خیلی زمینه پیشرفت، خیلی زمینه گستردگی داره، خیلی زمینه یادگیری داره و خیلی زمینه اپلای کردن و پیاده سازی تو شغل ها و فرصت های مختلف داره. مثلا تو صنعت بیمه ما شاید 20 سال 10 سال پیش اصلا بحثی راجع به هوش مصنوعی نبود. یه تصادفی میشد یکی میومد این میگرفت به کارشناس فرستاده میشد و اون کارشناس تعیین می‌کرد یا مثلا آیا این اظهار نظری که راجع به خسارت شده درسته، دروغه، آیا صحیح یا این چیزا. ولی امروز در صنعت بیمه شما این همه فیلدهای مختلف مرتبط با هوش مصنوعی داری که همشون هم به سرعت دارن. ببینید چند تا از اینا اکسلریت، چند تا از اینا یعنی داره به سرعت رشد میکنه. این برای هر کس، برای هر فیلدی شما بخواید وارد بشید و یه همچین پلاتی به شما نشون بدن و اون سطح پلات قبلی بسیار امیدوار کننده است و بسیار به شما باید موتیویت بده که این راهی که داریم این راه بسیار خوبیه و بسیار برای آیندهتون اثرگذاره. و منظور من از اون قدم اول، یادگیری قدم اول دقیقا همین بود، اون موتیویت کردن شما که قدم اول رو درست بذارید با انگیزه به این کاری که میخوایم بکنید در زمینه هوش مصنوعی، یادگیری در هوش مصنوعی تعهد داشته باشید و ادامه بدید. و اگر دنبال حالا فرصت شغلی هستید این خیلی میتونه کمکتون کنه. اگر دنبال این هستید که مهاجرت کنید خیلی میتونه کمکتون کنه. و جدا از اون نگرشتون رو به دنیا هم عوض می‌کنه، چون روش فکرتون رو عوض می‌کنه. حالا اصلاح بعدی محبت کنیم. حالا من همونطوری که گفتم نمیخوام زیاد وارد بحث تکنیکال تو این وبینار بشم و دوست داشتم نگرش کلی رو به شما بگم و دوستان همکارا عزیز، همکار دیگه و مهمان دیگه بیشتر وارد جزئیات بشن. و الان پرسیدن که از چه مباحث شروع کنیم. اینها من مطمئنم که مهمان دیگه بیشترش می‌پردازه. من خواستم دید کلی به شما بدم و خواستم می‌ذارم در کنارش یه ذره شما رو با بعضی واژگانی که شما میشنوید آشنا کنم. چون امروز خیلی واژه‌هایی میشنویم، هوش مصنوعی میشنویم، دیتا ساینتیست یا تحلیل داده میشنویم، ماشین لرنینگ، شبکه عصبی و بعضی موقع آدم‌ها اصلا نمیدونن که اینا چیه. و من فکر میکنم که وقتی میخوایم وارد یه چیز بشین اولین استپ و مهمترین استپ ترمینولوژی. به خاطر همین من این اسلاید رو بردم که یه آشنایی کلی به شما در زمینه راهی که میخوایم بریم بهتون بدم. ببینید وقتی میگیم هوش مصنوعی یه مجموعه فراگیری رو در خودش میگیره و در واقع توی همه این اصطلاح‌ها هوش مصنوعی جامع ترین بخش، یعنی یه سری کارها شما ممکنه در زمینه AI و در زمینه ماشین لرنینگ انجام بدید که ماشین لرنینگ محسوب میشه ولی مثلا AI محسوب میشه ولی ماشین لرنینگ محسوب نمیشه، یا مثلا AI ماشین لرنینگ محسوب میشه ولی دیپ لرنینگ محسوب نمیشه. این پلات نشون میده شما که هرچی کل ماشین لرنینگ در زیر مجموعه AI تعریف میشه و دیپ لرنینگ هم در زیر دیپ لرنینگ یا همون شبکه عصبی یا نورال نتورک در زیر مجموعه ماشین لرنینگ تعریف میشه و تب در زیر مجموعه هوش مصنوعی تعریف میشه. حالا دیتا ساینس کجا خودش نشون میده؟ دیتا ساینس معنی تحلیل داده است. وقتی شما میخواید تحلیل کنید و داده رو تحلیل کنید دو تا بخش میشه. یک بخشش بخش ریاضیات و استاتستیک و تصویرسازی داده میشه که شما در اون رنگ زرد میبینید مف به عنوان ریاضیات، استاتستیک، آمار، ویژوالایزیشن، تصویرسازی و EDA Exploration Data Analysis یا مرحله exploring of مرحله تحلیل اکسپلور کردن داده. من 3 ماه هم از برگشتم داده هنوز بعضی واژه ها چیز میکنم برنامه عوض میخوام از میکس کردن انگلیسی و فارسی. اکتشاف خیلی ممنون عزیزم. بله و این یه بخش از کار دیتا ساینس میشه. یه بخش دیگه استفاده از دیپ لرنینگ، استفاده از نورال نتورک، شبکه عصبی، ماشین لرنینگ و هوش مصنوعیه که
به اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم در زمینه دیتا ساینس برسیم و اونم تحلیل داده است، برای اینکه یه سری اطلاعات مفید از اون داده‌ای که شرکت‌ها و کمپانی‌ها دارن بکشیم که به اون کمپانی‌ها سود برسه. حالا این تحلیل، این یه نگاه کلی بود. من در اسلاید بعدی این یه ذره بیشتر توش جزئی میشم با مثالایی که وجود داره. بله ببینید توی این اسلاید مثلا شما نگاه کنید یه چیزی مثل کار سنسور گذاشتن یا کار روباتیک، اینها چیزاییه که در هوش مصنوعی شاملش میشه، ولی شما مثلا ماشین لرنینگ رو نمیتونید بگید رو کار روباتیک کار ماشین لرنینگ. یا یه سری کارهای لنگویج سینتزیس هست که اونها جزء آرتفیشال اینتلیجنس محسوب میشه و جزء ماشین لرنینگ محسوب میشه. بعد وقتی میگیم تو ماشین لرنینگ شما یه سری کارهای طبقه بندی داده یا ما بهش میگیم کلاسیفیکیشن داریم که اونها رو شما با الگوریتم‌های مختلف انجام میدید، مثلا K-nearest neighborhood یا KNN، ساپورت وکتور ماشین شما یاد میگیرید، یه سری الگوریتم‌های مختلفی که به شما کمک میکنه که داده هاتون رو تفکیک کنید، داده گروه بندی کنید به صورت بیشتر. دیسیژن تری یاد میگیرید و بعدش دیپ لرنینگ. و از اون توی دیتا ساینس شما مثلا تکست ماینینگ یا اینکه شما بتونید از متن استخراج کنید، یه چیزی بین آرتفیشال اینتلیجنس و دیتا ساینس. مثلا ولی وقتی بیایم فقط خود دیتا ساینس رو نگاه کنیم، از دیتا پریپریشن آماده میشه، دیتا پری پروسسینگ میشه و پروسسینگ پایپلاین میشه و بعدش شما با یه سری ویژوالیزیشن سعی میکنید اون داده ها رو بهشون یک فهم بصری بدی و بعد با یه سری ابزارهای آماری و استاتستیک سعی میکنید اون داده رو تحلیل. این توضیح کلیه که من بخواستم از تریتوری و محدوده هوش مصنوعی شما بدم به شما یه فهم کلی از هوش مصنوعی به عنوان که چی هست، چی شاملش میشه، چی شاملش نمیشه رو داشته باشید. من همینجا اسلایدام تمام میشه. خیلی خوشحالم از اینکه در جمعتون هستم. خیلی لطف کردین که صحبت من رو شنیدین و من در اختیارتون. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خیلی استفاده کردیم. متشکرم از مباحثی که در واقع عنوان کردین، خیلی جامع و کامل بود. من میخوام که در واقع دوم مهمانمون رو دعوت بکنم که ادامه وبینار رو با ایشون داشته باشیم. میکنم که دکتر فرگردی بله به ما اضافه شدن. سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام، متشکرم. منم خوشحالم که حضور دارم تو این وبینار. خب اجازه بدید من لی‌آوت اینجا هم درست کنم. خب دوستان، یه مختصری معرفی بکنم خودم راجع به اینکه حالا یه بک‌گراند راجع من داشته باشید برای دوستانی که حالا بار اول هستش با مجموعه فراخوای آشنا میشن و حالا با من آشنا میشن. من فراگردی هستم، دکترای مهندسی کامپیوتر دارم، سوئد دکترا خوندم و تو دانشگاه سوئد تو KTH مدرس بودم، توی اتریش پست دکترا خوندم، اونجا هم مدرس دانشگاه بودم. تهران هم فکر کنم پارسال بود مدرس دانشگاه تهران بودم، یه درس ارائه کردم برای بچهای ارشد دکترا. ولی خب فعلا به دلیل مشغله‌های زیادی که دارم هم توی مثلا دورهای آنلاین کمتر مشغول هستم، هم فعلا تهران دانشگاه تهران درس نمیدم. ولی هدفمون اینه که بتونیم اینجا یه بک‌گراند خوبی راجع به دیتا ساینس و بحث هوش مصنوعی اینا داشته باشیم. خب صحبت اولیه رو محسن جان کردم. اول یه تایید بکنید که صدای من خوبه. اوکی، بسیار بسیار. خب صحبت اولیه معرفی و یا یه جورایی بگم شاید موتیویشن و محسن جان گفتن که حالا چرا ما باید بیایم هوش مصنوعی یاد بگیریم، چرا هوش مصنوعی آینده ما رو میتونه تغییر بده، هم آینده تحصیلی هم شغلیمون رو، و حتی اگه تو شغلی که الان هستیم میخوایم پیشرفت کنیم باز هوش مصنوعی به دردمون میخوره. اینا رو توضیح دادم، من نمیخوام راجع به اونها برگردیم و راجع به بازار کارش هم که توضیح دادم. بازار کار من دو قسمت بکنم، یه رفاپ خیلی کوچیک، یه جمع‌بندی خیلی کوچیک بکنم و بعد برم سراغ بحث تکنیکال.
بحث بازار کار هم توی ایران بازار کار الان خیلی خیلی خوبه و هی رفته رفته داره بهتر هم میشه، چون هوش مصنوعی توی ایران خیلی جدیده. شرکت ها تازه رو آوردن به جمع آوری دیتا و اینکه بتونن پایپلاین دیتا داشته باشن یا اون مسیرهایی که دیتا رو میتونن جمع بکنن داشته باشن، چون میدونیم هوش مصنوعی همه چی بر پایه دیتا، بر پایه داده است و اگه ما دیتا داریم هوش مصنوعی معنا پیدا میکنه و اگه دیتا نداریم هوش مصنوعی وجود نداره. یه ذهنیتی بهتون بدم، شاید خیلی از بچه‌ها با بحث برنامه‌نویسی کامپیوتر از قبل آشنا هستن یا اینکه راجع شنیدن حداقل. چه چیزی هوش مصنوعی چه چیزی رو داره تغییر میده؟ قبلا چی بوده الان داره چی به ما اضافه میکنه؟ بچه‌ها همه ما برنامه کامپیوتری رو دیدیم، مثلا برنامه حسابداری، برنامه نمیدونم انبارداری، برنامه نمیدونم کلی اپ‌های مختلف که مثلا همین واتساپ و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم هزار تا اپ دیگه که روزانه داریم باش کار میکنیم و اینا هیچ ربطی هوش مصنوعی هم قبلا نداشته و اونجا هستش ما داریم استفاده میکنیم. هوش مصنوعی چی داره به ما میده؟ اگه بخوام یه ذره کلی بهتون بگم، تو برنامه‌نویسی‌های کلاسیک، یعنی هم برنامه‌نویسی که ما داریم می‌بینیم، برنامه‌نویس باید روال‌ها رو تعریف بکنه. یعنی بعد بگی که مثلا برای یک برنامه حسابداری باید اون بدهی‌ها رو با هم جمع بکنیم و اینا مجموع بدهی به دست بیاد، بعد بستانکاری‌ها رو با هم جمع بکنیم، مجموع بستانکاری به دست بیاد، بعد اینا رو از هم کم بکنیم تا مثلا ما سود و زیانمون مشخص بشه. اگه عدد مثبت بود بگیم سود داریم، یا عدد منفی بود بگیم اینقدر زیان داریم. فرمولا مشخصه و اون روالا رو برنامه‌نویس میدونه و طبق اون روال هاست که داره کد میزنه و برنامه کار میکنه. اما تو هوش مصنوعی میگه روال ها رو یا ما نمیدونیم خودمون هم، یا اینکه انقدر پیچیده است که اگه بخوایم روال در بیاریم 100 تا 1000 تا یا 10,000 تا روال باید در بیاریم. آیا میتونیم یه کاری کنیم که خود کامپیوتر یا خود ماشین با توجه به داده هایی که قبلا داشته این رو یاد بگیره؟ بچه یادگیری ما انسان ها هم همینطوره. ما یا روال یاد میگیریم، یعنی بهمون یکی اومده گفته که این فرموله اینجوریه، یعنی روال بهمون یاد دادن، یا نه ذهن ما از روی نمونه های مختلفی که دیده یاد گرفته. مثلا این یک لیوان چاییه. من بچه بودم کسی بهم نگفته که این لیوان چاییه. انقدر لیوان‌های مختلف رو به هم نشون دادن، گفتم ببین اینم لیوانه، اینم لیوانه، اینم لیوانه و ذهن من یاد گرفته که اگه لیوان دیگه که تا حالا کسی بهش نگفته اینم لیوانه میبینه میگه فکر کنم لیوانه. خب یعنی با سمپل‌های مختلف، با دیتاهای مختلف اینو تونسته یاد بگیره. اوکی، ما هم تو هوش مصنوعی دنبال همچین چیزی هستیم، یعنی دنبال این هستیم که با دیدن الگوهای مختلف، نمونه‌های مختلف خود ماشین یاد بگیره که لیوان چه شکلیه. ولی اگه بخوایم اینو روال بکنیم خیلی سخته روال کردنش، چون بعد بگیم مثلا یه چیز شیشه‌ای، خب لیوان ممکنه شیشه‌ای نباشه. یه چیزی که مثلا ارتفاعش اینقدر لیوان ممکنه بزرگتر باشه. یه چیزی که مثلا دسته داره لیوان ممکنه دسته نداشته باشه. ولی اگه من 100 جور لیوان مختلف رو به کامپیوتر بدم، به اون الگوریتم هوش مصنوعی بدم، بگم ببین این لیوانه، بعد 101 رو بدم، همونطوری که ما انسان‌ها در بچگی یاد گرفتیم که لیوان چه شکلیه و چیه، این کامپیوتر هم یاد میگیره بدون اینکه روال براش تعریف بشه. مثال معروفش تشخیص چهره است. الان من گوشیم رو اگه جلوم بگیرم، این از روی من مثلا میفهمه که اوکی این حمیده، مثلا بازش میکنه گوشی رو. خب آیا کسی اومده براش تعریف بکنه که حمید مثلا دقیقاً چه شکلیه؟ مثلا اگه ابروش اینجوری بود، اگه چشش اینجوری بود، اگه اندازه صورتش اینجوری بود، اگه موهاش اینجوری بود، این قفل رو باز کن. آخه این جواب نمیده. من موامو مدلش عوض کنم چی؟ موامو کوتاه کنم چی؟ عینک بذارم چی؟ ریش بذارم چی؟ میدونی اینقدر حالتهای مختلف میشه که برنامه‌نویسی کلاسیک اینجاها فیل میکنه، نمیتونه جواب بده. ولی هوش مصنوعی چون از روی دیتاها و سامپل ها یاد میگیره، میتونه به شما کمک بکنه و اون خروجی مطلوب رو به شما بده. این یه ذره راجع به این که هوش مصنوعی بر پایه دیتا، پس این دوتا با هم کنار همن و ما به علاوه دیتاهای زیاد، دیتاهای کم هم نمیخوایم، دیتاهای زیاد میخوایم. و در کنار دیتاهای زیاد ما باید قدرت پردازشی و قدرت ذخیره سازی این دیتا رو هم داشته باشیم. بچه دیتا، مثلا یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. تو اینستاگرام تمام اون پستایی که شما میبینید، لایک میکنید، کامنت میکنید یا نمیدونم رد میکنید میره، تمام اینها واسه تمام کاربرا داره لایک میشه، یعنی ذخیره میشه.
خب اگه تعداد کاربرا چند صد میلیون باشه و هر کدوم از اینها روزانه چندین اکشن مختلف توی اینستاگرام انجام بدن، حجم دیتای روزانه ممکنه به ترابایت یا حتی از اون بیشتر برسه. اینا رو کجا میخوایم ذخیره کنیم؟ خب اوکی، پس بحث اول اینه که یه ذخیره سازی دیتاهای انبوه میخوایم یا بیگ دیتا میخوایم. بحث دوم اینه که من این همه دیتا رو ذخیره کردم، چطوری میخوام اینا رو پروسس بکنم؟ پس بحث قدرت پردازشی بالا، مثلا همین جی پی یو که اومده که میتونه پردازش بالا، قدرت پردازش بالا رو به ما بده، یا رم های زیادی که اومده میتونه دیتا ها رو مثلا بیاره توی مموری سر پروسس روش انجام بده. و در کنار همه اینها الگوریتم های هوش مصنوعی هم هستن. یعنی بچه‌ها الگوریتم هوش مصنوعی بعداً میاد توی بازی، یعنی اصلا تا زمانی که شما دیتا عظیم نداری، روشی برای نگهداری اونها نداری، قدرت پردازشی داده های عظیم نداری، اصلا هوش مصنوعی معنا پیدا نمیکنه. حتما شنیدید که الگوریتم هوش مصنوعی، خیلی از الگوریتم هوش مصنوعی 20 سال 50 ساله که وجود دارن. پس چرا هوش مصنوعی اینقدر جدیداً گل کرده؟ چرا جدیداً مثلا توی 5 سال اخیر، هنر کنیم بگیم 10 سال اخیر، ولی احتمالاً توی 5 سال اخیر این اینقدر معروف شده، اینقدر کارایی پیدا کرده؟ به خاطر اینکه اون پیش نیازها نبوده. حالا که اون پیش نیازها فراهم شده، هوش مصنوعی فرصت ارزاندام داره، فرصت این رو داره که زندگی شما رو متحول بکنه. مسیرهای اصلی که هوش مصنوعی میتونه برامون فراهم بکنه، یکی بحث بچا ایمیج پروسسینگ و بحث تشخیص الگوهای مختلفه، حالا ویدیو پروسسینگ باشه، ایمیج پروسسینگ باشه، یا هر نوع تشخیص الگو. این رو میتونیم بذاریم یکی از کاتگوری هایی که هوش مصنوعی استفاده میشه و خیلی خیلی کاراست. بحثای دوم بحثای پیش بینیه. هوش مصنوعی به ما امکان پیش بینی رو میده. ولی این پیش بینی یعنی چی؟ یه ذره این رو بیایم واقعی‌تر بهش نگاه بندازیم. بچه‌ها معجزه نیست. فرض بکنید من یه املاکی هستم، اوکی، مثلا خرید و فروش ملک انجام میدم و 20 سال توی مثلا بازار ملک تهران دارم خرید و فروش انجام میدم. اگر شما یه ملک رو بیاری مثلا به من بگی که مثلا آقا ایکس، من میخوام این ملکم رو بفروشم، حدوداً چند میفروشم، یعنی پیش بینی دیگه، حدوداً چند خواهم فروخت یعنی پیش بینی. و من به شما میگم این ملک شما مثلا اطلاعاتشو میگیرم، میگم چند متره، طبقه چندمه، لوکیشنش کجاست، منطقه چنده، نمیدونم نورگیر هست یا نه، شمالی جنوبی هست یا نه، پارکینگ داره، انباری داره و بعد به شما میگم این حدوداً 6.5 میلیارد میارزه. من پیش بینی کردم. چطوری؟ من معجزه نکردم. من چون نالج زیاد تو این زمینه داشتم، چون 100 تا خونه، 1000 تا خونه، 10,000 تا خونه دیدم، یا خودم فروختم یا بقیه فروختن من دیدم، از اونها یاد گرفتم که احتمالاً اون 1001 که الان شما اومدی بفروشی چند میفروشه. هوش مصنوعی هم دقیقاً داره قرار همین کارو بکنه. یعنی از روی دیتاهای زیادی که داشته قرار یاد بگیره، پیش بینی بکنه که بعدی که شما نمیدونید چه ولیوی داره اون رو به شما بگه چه ولیوی داره. حالا مثال من از قیمت خونه بود، میتونید عین همین رو مثلا بگید من میخوام از نقطه A برم نقطه B توی شهر، مثلا از تهران پارس برم سعادت آباد، چقدر طول میکشه؟ خب من چون دیتاهای روزهای قبل رو داشتم، 1000 تا ماشین، 10,000 تا ماشین، 100,000 تا ماشین تو روزهای مختلف، تو ساعتهای مختلف، تو شرایط بارونی، غیر بارونی، تعطیلات، غیر تعطیلات رفتن، من الان میگم خب اگه شما تو این ساعت، مثلا امروز سه شنبه است، ساعت مثلا 9 شب من میخوام برم و بارونی هم نیست، هوا مثلا اوکی آفتابیه، پس احتمالاً این 1 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. من پیش بینی کردم با توجه به دیتاهایی که داشتم. پس وقتی من هدفم اینه بچه‌ها، تو این تایم محدودی که من دارم، هدفم اینه به شما بگم هوش مصنوعی کلا ماهیتاً چیه، قراره چیکار بکنه، معجزه اون پشت چیه. چون مردمی که هوش مصنوعی بلد نیستن فکر میکنن یه چیز عجیب غریبی اون پشته که مثلا میتونه پیش بینی کنه بدون دیتا داشته باشه، مثلا خیلی باهوشه. نه، اینطوری نیست. ولی به خاطر اینکه ما انسان‌ها، به فرق هوش مصنوعی با ما اینه، من باید توی اون موقعیت قرار گرفته باشم، اون دیتاها بهم داده باشه، قابلیت پردازش داشته باشم، تمرکز داشته باشم، باهوشی داشته باشم تا بگم قیمت خونه تو اینجا چقدره. اوکی، اگه از منی که حالا واقعا املاکی نیستم بپرسی قیمت خونه اونجا چند هست، ممکنه چیز پرت بگم. مهم نیست چقدر باهوشم، من دیتا ندیدم، من اکسپریانس اون رو ندارم و هوش مصنوعی این قابلیت رو برای شما ایجاد میکنه.
و خب آره مثلا یه دسته دیگه از سیستم‌های هوش مصنوعی من گفتم، بحث اون تشخیص الگوها رو گفتم که حالا حنیف جان بعد از من توضیح خواهند داد، یه سری یوز کیس بهتون میگن که این تشخیص الگوها کجاها کاربرد داره، تو چه صنایع، تو چه علومی میتونه زندگی ما رو متحول بکنه. بحث پیش بینی رو گفتم که مثالم حالا از قیمت خونه بود، مثالم از پیش بینی زمان ترافیک یا رفتن از نقطه A تو B توی شهر بود. و میتونه دسته سومی از هوش مصنوعی بحث سیستم های ریکامندیشن سیستم ها یا سیستم های توصیه‌ایه که مثلا اگه شما برید تو یوتیوب یه دونه ویدیو رو ببینید، میبینید که ویدیوهایی که دیگه‌ای هم که احتمالا شما دوست دارید بهتون ساجست میکنه. یا اگه مثلا برید تو آمازون یه چیزو بخرید، میبینید که کالاهایی که احتمالاً شما ربط داره و بخواید اونا رو بخرید به شما ساجست میکنه. یا تو اکسپلور اینستا دوستمون مثال زدن دقیقاً همینطور، تو اکسپلور اینستا پستایی که شبیه اونا رو شما قبلا لایک کردید یا دیدید، اونا رو به شما ساجست میکنه تو اکسپلورتون. به این میگن ریکامندیشن سیستم ها یا سیستم های توصیه، که باز با توجه به الگوهای رفتاری شما یا الگوهای رفتاری اون کاستومرای من یا اون خریدارای من میتونم تشخیص بدم که چطوری مشتری بعدی رفتار خواهد کرد. بازم این معجزه نیست. خیلی ساده بخوام براتون توضیح بدم، من میدونم که از بین مشتری ها اکثر اونایی که اومدن گرمکن ورزشی و مثلا کفش ورزشی گرفتن، جوراب ورزشی هم مثلا گرفتن، جوراب ساق بلند مثلا ورزشی هم گرفتن، یا نمیدونم دستکش ورزشی هم گرفتن. این پیش بینیش خیلی سخت نیست دیگه، چون من بقیه که این کارو کردم دیدم که بعد رفتن اون جوراب هم خریدم، میام جوراب رو به شما ساجست میکنم و اینا رو توی کاتگوری قرار میدم، میگم احتمالا اینها به هم یه نسبتی دارن، یه ضریب میدم به اینکه احتمال، یعنی اون کوریلیشن وابستگی این به اون مجموعه انتخاب شده چقدره، و از بین برای تمام آیتم هایی که اونجا میخوام بفروشم این ضریبه رو محاسبه میکنم، اون آیتم هایی که بیشترین ضریب رو داره اونها رو به شما ساجست میکنم. برای تبلیغات هم همینطوری میتونه باشه دیگه، مارکتینگ و اینا. این هم یه دسته دیگه از کاربردهایی که هوش مصنوعی داره. حالا کاربردهای هوش مصنوعی میتونه گسترده‌تر هم باشه، تو زمینه‌های مختلف هم باشه، مثلا بحث NLP هم هست، بحث پردازش زبان طبیعی هم یکی از شاخه‌های اصلی هوش مصنوعیه. احتمالاً همتون با چت جی پی تی کار کردید دیگه، که مثلا باهاش صحبت می‌کنی جواب میده، سوال می‌کنی جواب میده، ازش مسئله که داری رو میپرسی بهت راه حل میگه. خب این چجوری این کارو میکنه؟ باز همین شبیه همینه. اگر شما سوالی رو که پرسیدید، اون جوابهایی که با اون سوال شما ارتباط پیدا میکنن رو بیاد امتیاز بده، بعد اون جوابهایی که بیشترین امتیاز رو میگیرن بیاره بالا و اونها رو به عنوان انتخاب اول به شما نشون بده، احتمالا اونها ارتباط بیشتری دارن. و اگه این رو ریفاین بکنه، یعنی هی بیاد بگی که از شما نظر بپرسه که این جواب من واقعا جواب سوال شما بود یا نه، اگه بگین بود هی اینو بیاره بالاتر، یعنی هر سری به کاربرای دیگه باز این رو ساجست بده، یعنی خودش رو اصلاح میکنه، خودش رو بهبود میبخشه و به این ترتیب یه سیستمی میشه که شما حیرت میکنی. یعنی من خودم از چت جی پی تی 4 واقعا اولین بار، با وجودی که من دکترام تو این زمینه هستم، نمیدونم چندین سال تو این زمینه دارم کار میکنم، از قابلیت‌های چت جی پی تی 4 اصلا حیرت کردم که اصلا داره چیکار میکنه. خب و حتی میبینید که مثلا برای مثلا چت جی پی تی 4 اورجینالی برای مثلا داکیومنت‌های انگلیسی ساخته شده، ولی برای زبان فارسی و برای زبان چینی و برای زبان‌های دیگه هم کار میکنه، به خاطر اینکه شما روشی که انتخاب کردید که ارتباط بده بین دو تا متنی که وجود داشته یا بین کلمات، برای هر زبانی میتونه کار بکنه. اوکی بچه، صدای منو دارید؟ یک از بچه‌ها گفتن که صدا قطع شده. LLM همین لارج لنگویج مدله که من الان توضیح دادم دیگه، مثلا تو NLP چطوری میاد ارتباط بیاد. بچه‌ها ما میدونید متأسفانه وقتمون محدوده، وقتی اینکه بریم تکنیکال اینا رو دیتیل بدونیم و نداریم، هدف این وبینارمون همین نیست. ولی حالا اگه مثلا بعداً با من کورسی داشته باشید و اینا، من تو کورسایی که قبلا داشتم، الان خودم شاید الان دیگه کورسی ندارم، ولی تو کورسایی که قبلا داشتم یا حالا مجموعه فرا اپلای میرم، کورسای خیلی خوبی داره برگزار میکنه، مدرسای عالی داره، تو اونا اینا رو با دیتیل میگن، بهتون آموزش میدن، یوز کیس دارین، حل میکنین، اگزمپل، نمیدونم پروژه، اینا رو یاد میگیرید. ولی من فعلا سعی کردم یه بیگ پیکچر بهتون بدم که اگه یکی فردا ازتون پرسید هوش مصنوعی چیه، یه ایده کلی داشته باشید، بدونید یه معجزه‌ای نیست. و این نکته آخرم یه اسلایدو بگم، چون احتمالاً وقتم داره تموم میشه. این اسلایدو بهتون بگم،
اگه شما میخواید دیتا ساینس یا همون هوش مصنوعی که اون وسط هست رو یاد بگیرید، این کلی دیپندنسی دیگه هم داره، دورش کلی چیزای دیگه هم هستش که باید یاد بگیریم تا یه حدی. اوکی، قرار نیست همه رو اکسپرت بشیم، ولی همه رو تا یه حدی باید یاد بگیریم. دیتا ساینس اون وسط می‌بینید. بذار من اینو یه ذره کوچیک‌تر بکنم که اون رو بتونیم بزرگتر ببینیم. اوکی، دیتا ساینس رو دارید اون وسط می‌بینید، ولی مثلا از کلاود هم باید بدونید یا همین پردازش ابری هم باید بدونید، چون پردازش ابری بستری رو داره برای ما فراهم میکنه که از طریق اون بستر میتونید دیتاهای عظیمتون رو ذخیره بکنید، میتونید دیتاهای عظیمتون رو پردازش بکنید. برای همین یادگیری کلاود کامپیوتینگ خیلی خیلی میتونه کمکتون بکنه اگه میخواید یه دیتا ساینتیست خوب یا همون نمیدونم فارسیش میشه دانشمند داده یا متخصص هوش مصنوعی بگیم، نیازه که یاد بگیرید. AI انجینیرینگ هستش که حالا الگوریتم‌های دیگه AI هم بتونید یاد بگیرید. سافت‌ور انجینیرینگ هستش، یعنی شما اگه قراره کد نویسی کنید، خب اصول مهندسی نرم افزار هم باید تا یه حدی بدونید، وگرنه یه کد ترتمیز خوب نمیتونید بزنید. و بیزینس اینتلیجنس، من باید بیزینس رو هم بشناسم و بدونم که بیزینس دنبال چه متریکایی میگرده، دنبال چه پارامترایی میگرده که اون پارامترها رو من بهتر بکنم. کسی که این رو نمیدونه دیتا ساینتیست خوبی هم نمیشه. یعنی من نمیتونم برم بگم من یه دیتا ساینتیست خوب تو حوزه بانکداری هستم ولی اصول بانکداری رو ندونم، یا به اصول مثلا بیمه رو ندونم. مثالی که محسن جان گفتن از بیمه، خب من باید بدونم توی بیمه مثلا من باید ریسک آنالیزیس انجام بدم. میدونید سیستم‌های سنتی بیمه که ایران هم متاسفانه در همون کاتگوری قرار میگیره ولی داره کم کم آپدیت میشه، میزان بیمه که شما باید پرداخت بکنید رو بسته به خودرو و بستگی به راننده‌تون میکنه تو سیستم‌های جدید، نه فقط خودرو. میبینید که الان دیگه باید بگید که راننده کیه، عکس گواهینامه اونم بفرستید، اینکه چند سال سابقه رانندگی هم داره بفرستید، به خاطر اینکه ریسک محاسبه این که چقدر شما احتمال تصادف دارید به راننده ربط پیدا میکنه، به خودرو هم ربط پیدا میکنه. همینطور میزان خسارتی که میبینه به خودرو ربط پیدا میکنه و اینکه شما چقدر تسلط دارید و چقدر قبلا تصادف کردید ربط پیدا میکنه. و سیستم های جدید میان با استفاده از هوش مصنوعی این ریسک رو محاسبه میکنن، چون اگه این کارو نکنن مجبوریم یه عدد ثابت بذاریم. مثلا بگیم که آقا تمام اونایی که ماشینشون بین این قیمت تا این قیمت هستش و مثلا گواهینامه بیشتر از 5 سال گواهینامه گرفتن، مثلا X تومن بدم. و این عدد خوبی نیست، به خاطر اینکه هم اون طرف متضرر میشه، طرف ممکنه درسته 5 سال رانندگی کرده ولی هیچ تصادفی نکرده حتی با ماشینای دیگه. خب این بعد مثلا سود بکنه از این ماجرا، بعد بیمه کمتری بده، یا از اون ور کسی که تصادف زیاد کرده حتی با ماشینای دیگه بعد بیمه بیشتری رو بده. سود و زیان خود اون شرکت بیمه گذار هست و رضایت اون مشتری‌ها هست. به خاطر اینکه مثلا من فرض کنم من سازمان اون شرکت بیمه هستم، بیام به شما بگم من 5 میلیون تومان از شما میگیرم، یه شرکت دیگه به شما بگه من 4 میلیون تومان از شما میگیرم، خب شما میرید با اون کار میکنید، با من کار نمیکنید. اگر بخوام خیلی کمتر بگم و ریسک رو خوب آنالیز نکرده باشم ضرر میکنم، به جای که شرکت بیمه زدم سود کنم ضرر میکنم. پس اگه هوش مصنوعی بتونه بگی آقا شما سوابق رانندگی تو بده، چند سالته، نمیدونم زن یا مردی، نمیدونم کدوم شهری، ماشین چیه، چند سال این ماشین رو داری، و همه اینها رو آنالیز بکنه و از روی الگوهایی که یاد گرفته که آدم‌هایی که شبیه تو هستن چقدر احتمال تصادف دارن، اون موقع یه عدد رو محاسبه میکنه و عدد محاسبه شده رو به شما میگه انقدر بعد بدید. اونجوری هم شما راضید هم شرکت بیمه سود بیشتری میکنه. اینم یه مثالی از بیمه بود که من حالا محسن مثال زده بود، گفتم از تو دیتیلش برم که ببینید که هوش مصنوعی اینجا چطوری داره عمل میکنه. خب بحثای دیگه هم هستش که بچه‌ها یه ذره مثلا راجع به دیتا آنالیست و اینا هم اگه بخوام یه مختصری بهتون راجع به دیتا آنالیست هم بگم، دیتا آنالیست کسی که کار با دیتا رو بلده، پردازش دیتا رو بلده، ولی الگوریتم‌های هوش مصنوعی اینا رو بلد نیست. یعنی نمیتونه پیش بینی کنه، نمیتونه تشخیص الگو بده، ولی میتونه یه سری آمارایی راجع به بیزنستون بهتون بده. مثلا اینکه آدم‌هایی که مثلا از بین مشتریای من چند تاشون بودن که تصادف کردن و خسارت از این حد بیشتر داشتن، اینو به من بده 1 سال اخیر، 5 سال اخیر. چند تاشون بوده که بار دوم هم تصادف کردن، اینا رو به من آمار بده، اینا رو ویژوالایز کن، نمودارهای مختلف بکش و من بیزنس اونر، منی که صاحب اون شرکت بیمه هستم یا جزء هیئت مدیره اون شرکت بیمه هستم، بتونم اینا رو تحلیل کنم، تصمیمات درستی بگیرم. بچه‌ها به اینا میگن دیتا اینسایت، یعنی دیدی که از دیتا داره. و دیتا اینسایت مدیریت جدید رو میسازه. مدیریت جدید اینجوری نیستش که من یه سری چیزا رو یاد گرفتم میام همونا رو اعمال میکنم، نه، از روی دیتا، اینکه چه اتفاقی داره روی زمین میفته،
و دیتا داره به من چی میگه، من تصمیماتم آپدیت میکنم و به این میگن دیتا دریون دیسیژن میکینگ، یعنی تصمیم گیری های من دیتا دریون باشه یا مثلا دیتا اینسایت اینفورمد باشه، یعنی با استفاده از اینکه اونا به من اطلاع دادن من تصمیماتمو میگیرم. و شرکت هایی که دارن این کارو میکنن به شدت موفق ترن. حالا شرکتتون تو هر زمینه‌ای که هست، میخواد بیمه باشه، میخواد بانک باشه، میخواد نمیدونم شرکت لوجستیکی باشه و هر چیز دیگه. خب این اسلاید بعدی هم میخواین نشون بدیم ببینم چیز دیگه هستش که من بگم یا من به نظرم اوکی. بسیار عالی. خب من اسلایدم تموم شد. دوستان اگر سوالی دارید بپرسید، اگه نه که میتونید تو پرسش و پاسخ آخرم سوالی دارید بپرسید، ولی اگه راجع به صحبت‌های من سوالی دارید من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی جامع و کامل بود، خیلی استفاده کردیم. میدونم که خیلی هم پرمشغله بودین. ممنون از زمانی که بر ما گذاشتید. خواهش میکنم. یکی از دوستان پرسیدن که یادگیری هوش مصنوعی چقدر طول میکشه. بچه‌ها اولا هوش مصنوعی ته نداره، یعنی من خودم هم هنوز هر روز دارم یاد میگیرم. خب ولی اگر راجع به این که مثلا بتونید به عنوان یه نیروی جونیور یا یه نیروی کارآموز برید وارد بازار کار بشید، رول اول رو بگیرید، به نظر من یه چیزی بین مثلا 8-9 ماه تا 1 سال میشه اون بیسیک رو یاد گرفت که بعد بریم کارآموزی تجربه کاریمون رو بیشتر کنیم و بعد بتونیم کار بکنیم. اینو مثلا میتونم بگم، ولی اینتنس باشه، یعنی مثلا این 8-9 ماه 1 سالی که دارم میگم، یعنی واقعا بتونید روزی 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت وقت بذارید. اگه مثلا قرار باشه هر از گاهی مثلا هفته 2 ساعت وقت بذارید، نه این ممکنه 2 سال هم جمع نشه. اوکی، برای شروع بعد چی کار کردم که الان خانم نوری بهتون مسیر رو هم میگن که فراپلای چه مسیری رو براتون فراهم کرد. من هستم گوش میدم. باز خانم نوری شما، من فلو رو میدم به شما و اگر ولی آنلاین هستم که اگه بچه‌ها با سوالی داشتن راجع به صحبت شما من هم بتونم نظر خودم رو بدم، ولی فلو با شما. بفرمایید. خیلی ممنونم، متشکرم. من دیدم بعضی از بچه‌ها سوال میپرسن که در واقع ما رشته هایی که داریم، مثلا وکالت، ما چطوری میتونیم هوش مصنوعی تو وکالت به ما کمک بکنه، تو مدیریت، تو حسابداری. حالا چون رشته های بچه‌ها مختلفه و حالا من بخوام راجع به هر کدوم اگه توضیح بدم یه مقداری واسه بقیه بچه‌هایی که اون رشته نیستن طولانی بشه. ما فرآپلای یه مشاوره رایگان داره برای بچه‌هایی که توی این وبینار شرکت کردن. حالا من از پشتیبانمون خواهش میکنم که شماره تلگرام فرآپلای رو هم پین بکنه. هر در واقع دوستانی که دوستن یه مشاوره رایگان داشته باشن که اصلا با توجه به اینکه تو چه حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن، حوزه کاریشون چیه یا حوزه تحصیلیشون چیه و هوش مصنوعی چطوری میتونه تو این حوزه بهشون کمک بکنه، میتونن شمارهشون رو در واقع هم SMS بکنن، هم در واقع توی تلگرام برای ما پیام مشاوره بذارن که مشاورین ما به طور رایگان باشون تماس بگیرن، توضیحات کامل رو بدن که چطوری میتونه هوش مصنوعی توی رشته یا گرایش خودتون کمک بکنه و چطوری میتونه مثلا از رشته که دارین کار میکنین دیتا استخراج بکنین، چطوری پیش بینی کنین و به چه حالا صورتی میتونین پیش ببرین. خب اینم من یک بار دیگه راههای ارتباطی فرآپلای رو میبینین. میتونین از طریق تلگرام فرآپلای تو کانال ما در واقع عضو بشین، آخرین اخبار و آموزش‌های هوش مصنوعی رو ببینین و همچنین اینستاگرام ما و در واقع سایت ما که حالا در واقع هم مشاوره ها و بوتکمپ های مختلفی رو میتونید تو سایت در واقع ببینید. من حالا از دوستان خواهش میکنم یه نظرسنجی دیگه هم داریم الان توی کانال تلگراممون که این نظرسنجی رو شرکت بکنن که ما بهتر بتونیم در ادامه پیش بریم، ببینیم به چه صورتی ادامه کار رو پیش بریم. من حالا اینکه مسیر کار چطوری هست تو هر رشته‌ای که هستین، با هر گرایشی، این که میخواین هوش مصنوعی رو شغلی استفاده بکنین، تو تحصیلتون برای پایان‌نامه‌تون استفاده بکنین، فرآپلای در واقع یه مسیر راهی واسه شما داره. اگر کلاً تا به حال هیچ کاری تو زمینه هوش مصنوعی انجام ندادین و فقط شنیدین و دوست دارین که وارد این حوزه کاری بشین، در واقع یه بوتکمپ جامعی رو داره برگزار میکنه که هم فارغ از اینکه چه سنی هستین و آیا اینکه کامپیوتر خوندین یا نه میتونه بهتون کمک بکنه. یکی از دوستان پرسیده بودن که حالا کسی که رشتهش کامپیوتر نیست هم میتونه به همون اندازه موفق باشه. حالا مباحثی که دکتر منظوری و دکتر فرگری مطرح کردن دقیقاً همین بود. حالا کسی که بیمه کار میکنه، وکالت کار میکنه،
حتی مدیریت، حسابداری، خب اینا قطعا کامپیوتر نخوندن ولی میتونن در واقع اینو یاد بگیرن که چطوری میتونن توی رشته و گرایش خودشون استفاده بکنن، ارتقا بدن کاری که دارن، یا حالا اگه تحصیلی هست بتونن در واقع توی تحصیل استفاده بکنن ازش، پایان نامه، مقالات خوبی بتونن در واقع چاپ بکنن. من حالا خیلی سریع میخوام در واقع این بوتکمپ رو به شما معرفی بکنم که حالا علاوه بر این مسیری که اگر شما بخواید وارد هوش مصنوعی بشین، این مسیری هستش که باید طی بکنیم. اولا اینکه حالا باید با یک زبان برنامه‌نویسی که بیشتر پایتون مد نظر هست در واقع یاد بگیرین، چون الگوریتم‌های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ رو حالا به هر حال باید با یه زبانی پیاده سازی بکنین. و حالا یه سری پیش نیازها هست که شما باید اول بلد باشین تا بتونین وارد در واقع پیاده سازی هوش مصنوعی بشین. یه سری پیش نیازهای ریاضی و آمار هست که حالا به هر حال اگر شما بخواید الگوریتم رو پیاده سازی بکنین خیلی به کارتون میاد و باید در یه حد متوسطی، نه خیلی پیشرفته، بلد باشین. و اینکه برنامه نویسی زبان پایتون در واقع خیلی زبان خوبیه که میشه در واقع انواع الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو باهاش پیاده سازی کرد. کتابخونه‌های زیادی داره که میتونیم استفاده بکنیم. و یه سری حالا در واقع مکمل اینها هست، مثلا که شما SQL و پایگاه داده بلد باشین، بتونین دیتاهاتون رو با اون منیج بکنین، گیت و داکر بلد باشین، لینوکس به عنوان یه سیستم عاملی که خب خیلی بهتره از ویندوز که شما میتونید استفاده بکنین که بتونین کدها رو بهتر ران بکنین و در واقع نتایج بهتری رو بگیرین. در واقع ما توی بوتکمپی که توی فرا اپلای داریم تمام این مباحث رو براتون پوشش دادیم، از ریاضی و آمار، این که حالا یه سری وبینارهایی که برگزار شده که شما چطوری میتونین در واقع حالا میخواین شروع بکنین به کار، مثلا بیان از چت جی پی تی استفاده بکنین در برنامه نویسی که ابتدای کار بهتون کمک بکنه، یا حتی اگه پیشرفته است بتونه بهتون کمک بکنه که مثلا کداتون رو اصلاح بکنین. و حالا اینکه اگر بخوایم واقعا دیتا ساینس بشین چه نقشه راهی رو میتونیم پیش ببریم. ما این وبینارها رو هم توی این بوتکمپ براتون در نظر گرفتیم و حالا یه سری آموزش‌های تکمیلی مثل گیت، داکر، SQL و لینوکس و حالا زبان تخصصی که خیلی مهمه، چون حالا به هر حال شما اگه بخواید برنامه‌نویس هوش مصنوعی بشین باید خیلی سرچ بکنیم و این اصطلاحات رو خیلی مهمه که بدونید. ما توی این بوتکمپ این مباحث رو به عنوان پیش نیاز برای شما قرار دادیم، یعنی کسی که چون ما در واقع گفتیم که اگر کسی صفر هستین توی برنامه نویسی یا هر رشته و گرایشی که دارین میتونین در واقع توی این دوره شرکت بکنین، ما تصمیم گرفتیم که این پیش نیازها رو به صورت ویدیوهای آفلاین در اختیار بچه‌ها قرار بدیم و 60 ساعت هم آموزش آنلاین ماشین لرنینگ داریم و که شامل 58 ساعت خود در واقع ماشین لرنینگ هست و 2 ساعت هم حالا اینکه شما آموزش هایی که کسب کردین رو چطوری میتونین در واقع به کار ببرین که بتونین وارد بازار کار بشین. ما در واقع پروژه هایی که توی این بوتکمپ به بچه‌ها میدیم پروژه هایی هستش که خیلی کاربردیه و نمونه ساده شده پروژه بروز هستش که توی شرکت‌های اسپانسر ما که در واقع کار می‌کنن به بچه‌ها داده میشه. یعنی هم پروژه خیلی کاربردیه، میتونید به عنوان رزومتون اگر این پروژه رو انجام بدین بذارید توی لینک گیت هابتون و همین که خب خیلی تجربه خوبیه که شما بتونید از علمی که حالا دانش تئوری که توی کلاس دست میارید ببینید تو عمل چطور میتونید پیاده سازیش بکنید و به اصطلاح دست و پنجه نرم بکنید با پروژه های حالا یه مقدار ساده سازی شده هست ولی خب کل مباحثی که شما باید بلد باشین و در واقع یاد بگیرین رو شامل میشه که شما مثلا با انجام این پروژه ها بتونین به اون سطح مورد نظر برسید. ما حالا یه نقشه راهی هم داریم برای بچه‌ها که به چه صورتی باید پیش برن. اینکه خب به هر حال اول باید یه پیش نیازهای ریاضی و آمار رو در واقع بلد باشن، پایتون رو در یه سطح متوسطی بدونن که بتونن حالا در واقع بتونن پروژه‌های ماشین لرنینگ رو پیاده سازی بکنن. بعد از آموزش پایتون ما یه سری پروژه‌های پایتون داریم که بیشتر این مباحث واسه بچه‌ها جا بیفته. ما طول دوره منتورینگ داریم چون فقط تئوری یه مقداری حالا شاید
اونقدر کاربردی نباشه که یه حل تمرین خیلی خوبی داشته باشیم هر جلسه با بچه‌ها. پروژه‌های پایتون رو در واقع انجام میدیم و بعد وارد ماشین لرنینگ مقدماتی میشیم و الگوریتم‌های ماشین لرنینگ مقدماتی رو بررسی می‌کنیم و بعد در واقع پروژه‌های اون رو به بچه‌ها میدیم و انجام بدن و بعد هم وارد دیپ لرنینگ میشیم و پروژه‌های ماشین لرنینگ پیشرفته و حالا دیپ لرنینگ و در نهایت پروژه پایانی. من حالا خیلی سریع میگم چون وقتم محدود هست. خیلی دغدغه بچه‌هایی که میخوان وارد این حوزه بشن اینه که چند تا دغدغه مهم دارن. این که خب به هر حال چطوری میتونن مباحث تئوری که آموزش میبینن حالا تو بوتکمپ ها توی یوتیوب یا هر در واقع کلاسایی که شرکت میکنن، دغدغه‌شون اینه که خب بعد از این کلاس‌ها چی، ما یه آموزشی رو دیدیم. ما در واقع یه راهی رو هم در نظر گرفتیم برای بچه‌هایی که واقعا علاقه‌مند هستن که بعد از این دوره وارد بازار کار بشن. بعد بحث هم بیشتر این بودش که خب چون بچه‌هایی که شرکت میکنن هم اینکه میتونن تو این شرکت‌ها به عنوان کارآموز برن، هم که هزینه دوره بهشون برگردونده میشه و اینکه سرتیفیکیت هایی هم که ما در واقع در نهایت میدیم به بچه‌ها، یه سرتیفیکیت هستش که حالا در واقع از خود مؤسسه فرا اپلای هست و اینکه در واقع توی مای فاینانشال ایدی هم از دانشگاه استنفورد واسه بچه‌ها میدیم که بتونن مدرک ماشین لرنینگ ماشین لرنینگ ها هم بتونن توی امتحان بدن و توی کورسر دریافت بکنن. من یه اجازه میدید توضیح هم بکنم قسمتی که خودم درس دادم. من دو تا قسمتشو من گفتم، یکی قسمت‌های پیشنهاد ریاضی آماریه. اگه خانم نوری لطفاً برگردین اون اسلایدی که نقشه راه دارین توضیح میده. آره اون قسمت ریاضی آماری رو من گفتم و نه همون اسلاید بعدی هم خوب بود دیگه که بعدی همین دقیقاً اون قسمت پیش نیاز ریاضی آماری، چون خیلی از بچه‌ها مشکلشون برای ورود به هوش مصنوعی اینه که پیش نیاز ریاضی آماریشون ضعیفه و این بیسیکی بعد بدونن، نمیخواد ریاضی آمار خیلی پیشرفته بده ولی نیازی که ریاضی آمار مقدماتی بدونن و اون رو من درس دادم، ویدیوهاشو توی مجموعه فرا اپلای قرار دادیم و از اون برم توی آموزش زبان تخصصی هم همینطور، چون خیلی از بچه‌ها مشکلشون برای اینکه بتونن تو برنامه‌نویسی هوش مصنوعی قوی بشن اینه که زبانشون ضعیفه. اون فکر کنم 6 جلسه زبان هم من درس دادم و توی این بوتکمپ فرا اپلای اون هم گنجونده شده. متشکرم. ادامه بدیم. فقط تایمر رو بذار حواسمون باشه که بتونیم یه بچه‌ها یه بریک هم بدیم. بله. خب حالا من از پشتیبان خواهش میکنم که حالا لینک بوتکمپ رو هم بذارن که بچه‌ها اگه مایل بودن میتونن تمام مباحثی که حالا من عنوان کردم رو هم به طور کامل ببینن توی سایت ما. بعد خواهش میکنم حالا تو نظرسنجی کانال تلگرام ما هم شرکت بکنید. من مجدد تشکر میکنم از دکتر زاهری و از دکتر مزروعی و دکتر فرگردی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. فکر میکنم یه استراحت 10 دقیقه‌ای داشته باشیم و بعد از اون استراحت با مهندس کیا هستیم و همچنین پرسش و پاسخ در انتهای در واقع وبینار رو هم خواهیم داشت. خب مجددا برمیگردیم به وبینار در واقع آموزش هوش شروع آموزش هوش مصنوعی. صدای من رو دارین؟ خب قسمت دوم در واقع وبینار شروع یادگیری هوش مصنوعی رو ادامه میدیم. در ادامه در خدمت مهندس کیا هستیم. حالا من یه توضیح کلی بدم که قسمت اول چطور بود. قسمت اول در خدمت دکتر مزروعی و دکتر فرگردی بودیم، یه توضیحات کلی راجع به اینکه چطوری شروع مسیر ورود به بازار هوش مصنوعی به چه صورتی هست، چه کاربردهایی داره، تو چه زمینه‌هایی که گفتیم تو همه زمینه‌ها و هر رشته‌ای که شما باشین میتونید
در واقع با هوش مصنوعی اون رشته تو اون شغلی که دارین یا در واقع تحصیلی که دارین میکنین ارتقا بدیم و در واقع هر شغلی که دارین میتونین از هوش مصنوعی استفاده بکنین که بتونین در واقع اون کاربرد خاص خودتون رو تو حوزه خودتون پیدا بکنین. یه مثالی از بیمه زدیم، از حالا مدیریت، حسابداری و کلی رشته‌هایی که در واقع میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی خیلی تحول بزرگی توشون ایجاد بکنیم. در ادامه حالا در واقع آقای مهندس کیا هم به ما اضافه شدن. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر. بسیار عالی، خیلی خوشحالم که امشب تو جمعتون هستم. اجازه بدید ببینم این ویدیو هم روشن میشه. خیلی بسیار عالی. مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون. اینجا بله، حنیف کیا هستم، یکی از مدرسین دوره بوتکمپ هوش مصنوعی فرا اپلای. بنده کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دارم از دانشگاه خواجه نصیر. لیسانسم برق کنترل بوده و به مدت 5 سالی هستش که تو حوزه هوش مصنوعی و به خصوص تحلیل داده‌های پزشکی و مخابراتی کار میکنم. 3 سالی تو شرکت کلریتی به عنوان دیتا ساینتیست مشغول بودم. 1 سال توی شرکت هوشیار به عنوان کارشناس هوش مصنوعی و یادگیری عمیق مشغول بودم و روی سیستم‌های مخابراتی و سیگنال‌های مخابراتی کار می‌کردیم و الان هم 1 سالی هستش که به عنوان دیتا ساینتیست ارشد تو شرکت ترند کلاس مشغول کار هستم. که دوستان نوشتن صدا نیست ولی خب ظاهراً بقیه داره. و توی این بخش از وبینار در خدمتتون هستم که یه تعدادی یوز کیس و نمونه ها ببینیم از حالا کاربردهایی که هوش مصنوعی داره توی صنایع مختلف. خیلی هاشو قطعا شنیدین ولی یک کم شاید جزئی تر واردشون بشیم و یه سری مثالای بیشتر ببینیم و تمرکزمون باشه روی مباحثی که خود من توی این چند سال باشون برخورد داشتم، پروژه‌ای که کار کردم و یه تعداد از اونها جزو پروژه‌های بوتکمپمون هستش. عناوینی که می‌بینید خب عناوینیه که توی هوش مصنوعی زیاد به چشم می‌خوره. من اولیش هم زبان‌های طبیعی گذاشتم، NLP یا Natural Language Processing. خب این شاید براتون خیلی جذاب‌تر باشه. به حال این 1 سال و چند ماه اخیر، شاید از 2 سال شده که چت جی پی تی اومده و تقریبا یه ذره همه عوام هم بیشتر با هوش مصنوعی آشنا شدن و حالا خیلی خلاصه بخوام بگم که چت جی پی تی داره چی کار میکنه یا حالا LLM ها چجوری هستن. دیدم توی سوالام پرسیده بودین، دکتر فرایردی صحبت میکرد. کلا چت جی پی تی یا مدل LLM هیچ چیزی نیست جز یه فرمول ریاضی خیلی بزرگ، خیلی 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 بزرگ رو تصور کنید که حالا یه تعداد پارامتر داره، یه عالمه پارامتر داره و ما با یه حجم زیادی دیتا میخوایم به این سیستم آموزش بدیم. آموزش دادن فرآیندیه که این پارامترها یه مقداری براشون در نظر میگیریم و وقتی این مدل این دیتاهای زیاد رو میبینه در نهایت به اون پارامترهای بهینه‌اش اصطلاحاً میرسه و میتونه یه حجم زیادی دیتا یاد بگیره. یعنی در حقیقت LLM یه چیزی شبیه مغز ماست که حالا ما شاید سالها طول کشیده یه عالمه کتاب بخونیم یا عالمه معاشرت کنیم، اون توی تایم کمتری تونستن تمام متونی که وجود داشته رو لیبل بزنن، پردازش کنن و با یه فرمتی به این مدل بدم و یادش بگیره. من خیلی خلاصه خواستم یه چنین چیزی بگم ولی خب قطعا تو بحثای تکنیکال تر و آموزشی بیشتر سراغش میریم. کاربردهای زیادی داره. چت بات ها الان شرکت ها خیلی دنبالشن، تقریبا کال سنتر میشه گفت دیگه، شاید تو چند سال آینده از بین بره. میبینیم که الان چت جی پی تی 4 نسخه او به شدت داره حتی حالتهای حسی انسان هم داره راحت مدل سازی میکنه، اصلا نمیشه تشخیصش داد با انسان. و خیلی جاهای دیگه تشخیص ایمیل های اسپم، این چیزایی که حالا تو سایت ها خیلی راحت می نویسن و پروژه هاش آماده هستش تو گیتاب و اینا.
تشخیص عواطف، نقاط مثبت و منفی از رو متن و غیره و غیره. پژوهش تصویر و ویدیو داریم. پژوهش تصویر که حالا تو اسلاید بعدی از چند تا مثال پزشکی زدم واسهتون. خب خیلی جا کاربرد داره. دکتر فرگردی هم اشاره کردن که حالا دوربین گوشی ما داره از یه سری مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میکنه و دوربین هایی که سطح شهر خیابان ها هستن و تصاویری که میگیرن، ثبت پلاک، تشخیص اشیا توی تصویر و خیلی چیزای دیگه. در مورد ویدیو یه چیزی چند وقت پیش میدونی پژوهشی انجام شده بود، خیلی جالب بود. شما فرض کنید که توی یه پارک یه ویدیو دوربینی گذاشتن داره مثلا توی اون پارک رو دائم ویدیو میگیره ازش و میان یه کار ابنورمالیتی دیتکشن انجام میدن، یعنی تشخیص یه ناهنجاری. بر فرض که دوربین ثابت مردم دارن راه میرن و یک جایی یه دفعه دو نفر با هم دعوا میکنن یا یه نفر میاد یه کیفی رو میدزده میره، این به عنوان یک چیز ابنورمال تشخیص داده میشه و خیلی جالب بود. نتایج خوبی هم گرفته بودن که خیلی میتونه به در فرض پیشگیری و تشخیص جرم و جنایت تو سطح شهر هم کمک کنه. سیستم‌های توصیه‌گر که تقریبا همتون باهاش سر و کار دارید، اگر تو دیجیکالا، اینستاگرام یا یوتیوب رفته باشین قطعا میبینین که بر اساس سرچی که میکنین، بر اساس چیزی که دیدین چجوری چیزهایش مشابه رو دارن بهتون ریکامند میدن، توصیه میکنن و عملا تو بحث مارکتینگ خیلی میتونه کمک کنه و تو بحث این که شما زمان بیشتری رو توی حالا شبکه‌های مجازی بگذرونین و دقیقاً چیزهایی رو که میخواین ببینین و دلتون میخواد به شما نشون میدن. پردازش یکی از جاهایی که خیلی کاربرد داره بحث پردازش سری‌های زبانی هست یا تایم سریز پروسسینگ و بخش تشخیص ناهنجاری، آنومالی دیتکشن و فراد دیتکشن. من خودم بیشتر زمینه کاریم تو این دوتا حوزه بوده، آنومالی دیتکشن و پردازش زبان‌های طبیعی، پردازش سری‌های زمانی و جلوتر بیشتر توضیح میدم واسهتون که بریم بقیه رو ببینیم. یه سری یوز کیس بخوام بهتون بگم تو بحث سلامت و پزشکی کاربردهای هوش مصنوعی چی هست. یکیش بحث پردازش تصاویر پزشکی MRI CT اسکن که خب معمولا خب پزشک میاد این عکس‌ها رو بررسی میکنه و یه نتیجه میرسه، ولی خب خطای انسانی خیلی وقتا زیاد بوده، خیلی جاها خسته میشه، خیلی جاها ممکنه یه چیزهایی رو اون کیفیت تصویر باعث بشه که چشم نبینه، ولی خب یه الگوریتم ریاضی خیلی بهتر میتونه اینا رو تشخیص بده. تو بحث تومور و حالا سگمنتیشن یا مشخص کردن ناحیه تومور، اندازه تومور، خیلی الگوریتم‌های هوش مصنوعی دارن کمک میکنن، الگوریتم‌هایی که بر پایه مدل‌های کانولوشن هستن. حالا یک نوع ضربی هستش که قطعاً تو سرچاتون بیشتر خواهید دید این مباحثو که روی انواع تصاویر پزشکی انجام میشه. تشخیص یه سری بیماری‌ها از روی سیگنال‌های EEG هست. این عکسی که پایین گذاشتم که در حقیقت یه سری نوت‌های به مغز وصل میکنن و سیگنال‌های مغزی رو جدا میکنن و از اینا برای تشخیص خیلی از بیماری‌ها مثل آلزایمر، افسردگی، پارکینسون و خیلی چیزهای دیگه استفاده میشه. در حقیقت یه مثال بخوایم بزنیم حالا بحث این که چجوری این اتفاق میفته، دقیقاً باز همون مدل ریاضی خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید. خیلی جاها میبینید تو دانشگاه‌ها یا این ور اون ور آگهی میذارن برای نمونه جمع کردن، یعنی تا قبل از اینکه حالا هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کنه معمولا دانشگاه میگفتن 50 نفر نمونه بیان، یا حالا میرفتن دانشجو تو بیمارستان‌ها و اینا میچرخیدن دنبال آدمای سالم و ناسالم، جمع میکردن یه تعداد نمونه انتخاب میکردن و میگفتن که مثلا اینا رو ما ازشون سیگنال گرفتیم، یه سری آزمایش گرفتیم، پزشک تشخیص داد اینا افراد سالم هم برچسب سالم میزدن بهشون. یعنی فرض کنید حالا مثلا ما این تصاویر رو داریم یا این سیگنال ها رو داریم، یه تعداد مثلا 5 نفر 25 تا نمونه رو میگیم سالمه، 25 نفر هم میگردیم افرادی که مثلا آلزایمر دارن یا یه بیماری خاص، بیماری ایکسو دارن
پیدا میکنیم، اونا رو هم لیبل میزنیم. یعنی ما نمیزنیم، در حقیقت فرد خبره اکسپرت پزشکی اینجا هستش لیبل میزنه. پس الان ما دو دسته دیتا داریم، دیتای سالم و دیتای افراد بیمار که یه بیماری خاص رو دارن و دقیقاً دوباره به همون مدل ریاضی خیلی بزرگ اینا رو نشون میدیم، آموزش میدیم و اون یاد میگیره که بتونه این الگوها رو از دل این لیبل ها، از دل این دیتا ها به دست بیاره که دقیقاً لیبلشون چیه. وقتی حالا ما این مدل رو آموزش دادیم، یک نمونه بهش نشون میدیم که این چه برای تشخیص هست یا تشخیص راست میگم بهتون که حالا این دقیقاً چه مدلی هست، چه سیگنال جدیدی که میبینه تشخیص بده که بیمار هست یا سالم هستش. اینجا برای تشخیص هست، برای تشخیص زودرس حالا یا در حقیقت پریدیکشنش باز نیاز به لیبل هست. مثلا توی آلزایمر خب میان خیلی جا هست اسکن های MRI استفاده میکنن که عمق بافت رو داره نشون میده، بافت مغزی رو، و در حقیقت یه جاهایی خیلی نازک میشه، فاصله بافت اون مغز کم میشه و این میزان کم شدن نشون میده که فرد در آستانه آلزایمر هست مثلا یا کامل آلزایمر داره. یه جایی با این الگوهایی که پیش میاد میتونن پیش بینی کنن که طرف تو چه مرحله هستش و چقدر دیگه فرصت داره که میتونن چه درمانی رو انجام بدن و چیزای دیگه. دقیقاً از دیتاهای معادله ریاضی میسازن. یعنی شما فرض کنید قبلا میومدن معادلات دیفرانسیل و آماری و اینا رو میذاشتن، ولی الان به کمک یه سری ابزارهای هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی نورال نتورک ها اینو انجام میدن. احتمال تشخیص اشتباه هست، بله قطعاً هستش. خب هرچی دیتا بیشتر باشه، مدلمون بزرگتر باشه، قوی‌تر بشه، انواع مختلف دیتا ببینه، این خطاهای کمتر میشه. ولی شما در نظر بگین یک پزشکی ممکنه سر صبح، اینی که من میگم چون خودم رشتم مهندس پزشکی بود، اینجا خیلی دارم طولانی صحبت میکنم، خیلی با پزشکا درگیر بودیم و این قضیه رو بارها دیدیم. یه پزشکی صبح خیلی دقتش ممکنه خوب باشه، بعد نهار دقتش مثلا ممکنه اگر صبح 85% میتونه با دقت تشخیص بده، بعد نهار مثلا که یه ذره خسته میشه مثلا اون که بیاد رو 85% و مثلا شب آخر وقت خیلی پایین‌تر. خیلی همونم تو کارامون هم قضیه رو داریم. ولی یه جایی هوش مصنوعی و وقتی آموزش میدیم و میبینیم آقا به یه دقت 90% رسید، میدونیم که این 90%. و این متریک ها اونجا خیلی مهم میشن که ما چه متریکی رو ببینیم، اکوریسی رو ببینیم، اگه مسئله دسته‌بندی داریم، انواع مختلف متریک ها داریم که باید ببینیم که برفرض ما میگیم 90% فرد این بیماری رو داره، این 90% به چه معناست. اینو باید به صورت معنادار به حالا افراد که تو این حوزه نیستن توضیح بدیم. اینم یکی از کارهای مهمیه که ما تو حوزه هوش مصنوعی انجام میدیم. حداقل داده مشخصه تو هر حوزه‌ای فرق میکنه. حداقل داده یه جای ممکنه مثلا شما یه داده خیلی ساده داشته باشی، بگی آقا من مثلا 100 تا سامپل دارم، یه دقتی رسیدم، ولی از نظر تست‌های آماری باید ببینیم روشون جوابگو هست یا نه. خب بسیار عالی. نمیدونم کجا قطع شدم، ولی فقط داشتم میگفتم که اون دوستمون که گفتش که معادله رو اثبات میکنه، گفتم خیلی متوجه نشدم منظور اثبات چیه. در حقیقت شناسایی دنبال اینه که اون معادله رو برفرض به دست بیاره، خیلی دنبال اثباتش نیست. خیلی توی این اسلاید طولانی شد. میان رو توالی های پروتئینی و ژنوم بر کار میکنن، سیکونس های مختلفی که یک ژنوم انسان داره یا حالا هر موجود زنده‌ای. میدونین که هر توالی هر کدوم از اینا یک ویژگی رو میسازه و تو پروتئین ها هم دقیقاً چنین مفهومی هستش. تحلیل این سیکونس ها که بتونن بیماری های خاص و مسائل ژنتیکی مربوطه رو به دست بیارن خیلی کمک میکنه هوش مصنوعی تو این زمینه. به خصوص دیدیم که تو کرونا چقدر سریع تونستن به واکسن برسن، چیزی که شاید تو بیماری قبل از این سالها طول میکشید، الان به کمک ابزارهای هوش مصنوعی و دیتا ساینس و این الگوریتم‌ها خیلی سریع تونستن
پژوهش‌ها رو انجام بدن و واکسن کرونا رو به چشم دیدیم که سریع اومد و کارساز هم بود. یکی از بخش‌های دیگه تو پزشکی سیستم‌های کمک تصمیم‌گیری پزشکی از کلینیکال دیسیژن ساپورت سیستم یا CDSS. یک مثالی اینجا براتون آوردم. این چجوری بزرگ میشه؟ من اینو بتونم اگر بزرگش کنم خیلی خوب میشه. بسیار عالی. اینجا یه کاری با کمک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادیم. بیشتر کار پاک بود و حالا یه کار تحقیقاتی بود، خیلی به پیاده سازی نرسید چون حجم دیتا کم بود، ولی خب دیتاهایی که در اختیارم گذاشتن جالب بود. این شاید جامعه تمام اون چیزهایی باشه که تا الان صحبت کردیم. یک سیستم CDSS یا کمک پشتیبان تصمیم گیری پزشک این شکلیه که جاهایی که پزشک نیاز به تصمیم داره هوش مصنوعی میاد نظرش رو اعلام میکنه و پزشک با توجه به نظر هوش مصنوعی نظر خودش رو اصلاح یا بهبود میده یا نظر هوش مصنوعی رد میکنه، نظر خودش رو تکمیل کننده میده. یکی از کارهای جامعی که میشه توی بیمارستان کرد، تو خیلی کشورها اینو گذاشتن و این زمینه‌ای که واسه حالا بحث اپلای و اینا خیلی کمک میکنه. خیلی پوزیشن‌های مختلفی روی این حوزه هستش. یه سری کلینیکال ایمیج داریم، همون تصاویر پزشکی. شما مثلا فرض کن پات میشکنه یا یه اسکن مغز و قلبی چایی میکنی، اینا توی یه دیتابیسی ذخیره میشن تصاویر پزشکی. وضعیت بیماریمون، آزمایشاتی که میدیم، اینا میشه دیتاهای کلینیکالمون و پیشنت هیستوری یا سابقه بیمار. و یه سری نظراتی هست که پزشک برامون مینویسه، تشخیصایی که پزشک داده میشه از جنس تکسته، میشه کلینیکال تکستمون. یه سری از سیستم های جامعه CDSS در حقیقت میان از تمام یه مدلی رو آموزش میدن که تمام این دیتاها رو میگیره. یعنی NLP کارهایی که تو پژوهش زبان‌های طبیعی انجام میشه رو تکست انجام میشه، کارهایی که روی دیتاهای غیر استراکچرال یا ساختار نیافته مثل دیتاهای کلینیکال دیتا و اینا، حالا دیتاهای جدولی اصطلاحاً انجام میشه، میاد روی سوابق بیمار انجام میشه و مدل‌های مختلفی زده میشه و دقیق پردازش تصویر هم میاد، تصاویر پزشکی انجام میشه و در نهایت همه اینا به ما یک بردار میدن که اون بردار به روش مالتی تاسک لرنینگ آموزش داده میشه. یعنی دیتاهای زیادی رو میگیریم و یک مدل چند وظیفه‌ای آموزش میدیم و نتایج مختلفی، تاسک های مختلفی رو پردیکت میکنیم. برفرض میخوام ببینیم طرف سکته کرده یا نه، ممکنه تکستا خیلی به دردش نخوره، اون مالتی تاسک لرنینگ یاد میگیره که سکته الگوهای بیشتری مثلا با یه سری دیتای کلینیکال یا مثلا فلان عکس پزشکی داره، یا همزمان اون مدل یاد گرفته که بیماری ایکس و ایگرگ و زد هم آموزش ببینه. آقای کیا خیلی ممنونم، اما چون تایمم محدوده اگه در عرض مثلا تا 1-2 دقیقه دیگه جمع بندی کنیم بقیه هم که بتونیم به پرسش و پاسخ هم برسیم ممنون میشم. بله حتما. راجع به سریای زمانی هم یه توضیح بدم خدمتتون. تو بازارهای مالی خیلی کاربرد داره، پیشبینی بورس، قطعا همتون مشتاق این قضیه هستیم، پیشبینی آب و هوا، تشخیص ناهنجاری و بررسی سیگنال‌های مخابراتی. یکی از کارهایی که ما انجام دادیم و انجام میشه تو این حوزه، تشخیص در حقیقت پریدیکت کردن سری زمانی از فورکست کردن یا حالا پیش بینی کردن. برفرض ما یه دیتایی رو از یه تاریخی تا یه تاریخی داریم، بر اساس اون دیتا میخوایم بگیم مثلا بگیم 1 ساعت بعد، 1 روز بعد یا مثلا 1 هفته بعد چه ترندی رو پیش میره، که حالا ما میتونیم بورس رو تشخیص بدیم یا هوا رو تشخیص بدیم یا خیلی چیزای دیگه. من حالا این مثال رو رد میکنم. یکی از کارهایی که خودمون انجام دادیم توی یکی از پروژه های شرکت بوده که بیایم ناهنجاری های شبکه مخابراتی رو بتونیم تشخیص بدیم. شما فرض کنید تو شبکه مخابراتیمون ما یک عالمه دیوایس داریم، هر کدوم این دیوایس ها یه سری KPI دارن، یه سری دیتا رو ساعتی دارن، مقدار به صورت مقدار اندازه گیری میکنن و جای ذخیره میشه.
و ما میخوایم اینو تشخیص بدیم که کجا ممکنه یه ناهنجاری اتفاق افتاده باشه. ما وقتی یه دیتایی رو از یه تایمی تا یه تایمی به مدل آموزش میدیم که بر این اساس ادامه رو پیش بینی کنه، از تاریخ به بعدش رو، یعنی از انتها به بعد رو پیش بینی کنه و یه فورکستی براش داریم. وقتی دیتای جدید که میاد، الان تو نمودار پایین نگاه کنین، آبی سیگنالیه که اتفاق افتاده، زرد سیگنالیه که ما پیش بینی کردیم، نارنجی کم رنگ، و اون باند زردم باندیه که تخمین زدیم که قراره توی اون بیفته. جایی که از این باند خارج میشه، نمودار قرمز از یه حدی بیشتر شده که اینو میگیم آنومالی. فکر میکنم یه ذره خیلی سریع توضیح دادم با توجه به اینکه وقت نبود، ولی خب قطعا توی بوتکمپ راجع به مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد. در تشخیص زود هنگام زلزله چقدر موثره؟ قطعا موثر هست، چون با توجه به اینکه یه سری پارامترهای فیزیکی و محیطی دارن روش تاثیر میذارن، احتمالاً سنسورها و سیگنال‌هایی که از جای مختلف یه منطقه دارن میگیرن میتونن خیلی زودتر که نه، میتونن با یه دقتی تخمین بزنن و این اتفاق هم یه جاهایی داره میفته، ولی اینکه اون تشخیص چقدر درست و غلطه و چقدر تونسته کمک کنه بحثیه که حالا من خیلی هم اطلاع ندارم، ولی بحثیه که میشه راجبش تحقیق کرد و دید حالا چه مقالات یا مدل هایی داروش انجام میشه. فکر میکنم یک اسلاید دیگه هم مونده راجع پیش بینی ترافیک، که اینم باز یکی از پروژه های بوتکمپ و یکی از پروژه های ترند پلاس هم بوده. در فرض یه وسیله نقلیه، فکر می‌کنم دکتر فرگردی هم اینو توضیح دادن که از یه نقطه A به یه نقطه B میخواد بره، بر اساس دیتا ما بتونیم پیش بینی کنیم که مثلا تو روز بعد از این نقطه تا این نقطه مسیر بهینش چی هستش، کدوم مسیر رو انتخاب کنه بهتره. و فکر میکنم دیگه بریم به سمت پرسش. خیلی ممنونم، متشکرم. بله، حالا ما پرسش و پاسخ رو داریم در ادامه. اگر حالا دوستانی هم مشاوره میخوان و حالا سوالاتی دارن که اگر نتونستیم تو این چند محدود بهش جواب بدیم، هم شماره پشتیبانی ما هست، توی تلگرام میتونن پیغام بدن، کلمه مشاوره رو در واقع بر ما بفرستن، هم SMS هم تلگرام، که مشاورین ما باشون تماس میگیرن کامل بنا به مدل کاری که دارن میکنن، از هر رشته و گرایشی یا هر شغلی که دارن و نیاز به مشاوره دارن که هوش مصنوعی چطوری میتونه بهشون کمک بکنه و حالا در واقع اگر تو در واقع دارن استفاده میکنن یا مشکلی دارن میتونن راهنماییشون بکنن. خب ما یه تایم حدودا فکر میکنم یه 5 دقیقه 10 دقیقه باقی مونده که پرسش و پاسخ داریم. من باز حالا مجدد یه توضیحی راجع به دوره بدم، چون بچه‌ها خیلی سوال پرسیده بودن. دوره ما به این صورت هستش که از 19 تیر ماه شروع میشه و اینکه اگر شما هیچ پیش زمینه‌ای نسبت به برنامه‌نویسی ندارین، به صورتی طراحی شده که کل پیش نیازها توی دوره هست، میتونین شروع بکنین. منتور دوره همراهتون هست. هر جا مشکلی داشتین به صورت کلا 24 ساعته، حالا تایم شبش رو بزنیم کنار، از کلا در منتور هر زمانی از شبانه روز که در واقع مشکلی برخورده میتونین بهش پیغام بدین. یه گروه تلگرامی داریم که حالا بچه‌ای که توی بوتکمپ هستن بهش اضافه میشن و خود شروع دوره آنلاینمون از 19 تیر هستش. بچه‌ای که حالا توی وبینار شرکت کردن فکر می‌کنم یه تخفیفی داشته باشن، حالا میتونن به پشتیبانی پیغام بدن، میتونن حالا این تخفیف رو برای دوستانی که توی وبینار شرکت کردن ما داشته باشیم. هزینه دوره حالا میتونید سایت ما رو ببینید، فکر میکنم با تخفیفش 6 میلیون و خورده‌ای که حالا قسطی هم میتونید پرداخت بکنید. خود دوره از 19 تیر ماه شروع میشه و کل مباحث پیش نیازهایی که شما لازم دارین رو پوشش داده و خود دوره به صورت آنلاین، پیش نیازها به صورت آفلاین در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. بعد
کلاس ها 1 روز در هفته هست، سه شنبه ها، چون که در واقع تایمش هم تایمی هستش که حالا شما تایم 8 تا 10 شب هستش که راحت‌تر بتونین در واقع توی کلاس ها شرکت بکنید. 1 روز در هفته، سه شنبه ها 8 تا 10 شب هستش. طول دوره حدوداً خانم نوری به نظرم بچه‌ها بدونن که درسته یک جلسه آنلاین هستش، ولی 2 یا 3 تا ویدیو آفلاین هم بچه‌ها هر هفته بعد ببینن. بله. پیش نیاز هم به این صورت هستش که هر هفته، حالا اگه سایت ما رو ببینید، من براتون گذاشتم آدرس سایت رو که بتونین حالا اطلاعات کامل‌تر راجع به بوتکمپ داشته باشین. هر هفته یه مسیر راهی به شما داده که این پیش نیازها رو چطوری پیش برید. یه 2 الی 3 تا ویدیو آفلاین رو بعد ببینین. توی جلسه بعد هم رفع اشکال برای این جلسات آفلاینی که دیدین، هم حل تمرین داریم و هم این که حالا بنا به مدلی که پیش رفتین تدریس آنلاین رو هم داریم. حالا گفتن که هوش مصنوعی در رویدادهای طبیعی مانند زلزله، سیل و آتش سوزی میتونه کارآمد باشه یا خیر. کلا هر محیطی که حالا هر رویدادی که ما بتونیم دیتا داشته باشیم راجبش، اگه زلزله مثلا دیتایی داشته باشیم راجع به زلزله، سیل و آتش سوزی که بتونیم این دیتا ها رو تحلیل بکنیم و با مدل ها پیش بینی بکنیم، میتونه هوش مصنوعی کمک بکنه. طول دوره حدودا 30 هفته هست، فکر کنم حدودا با انجام پروژه 6 الی 7 ماه هستش. خب یه سری از بچه‌ها میگن که طول دوره خیلی زیاده. من یه توضیحی بدم. اینکه واقعا اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه و یه سطحی از تخصص متوسط به بالا پیدا بکنه، واقعا باید همینقدر زمان بذاره واسه این کار. چون اولا یه سری پیش نیازها هست که باید بلد باشه و کامل بدونه، و اینکه خود اینکه اگه شما فقط تئوری مدل ها رو ببینید، به نظر من براتون کاربردی نخواهد بود. دوره طوری طراحی شده که شما در علاوه بر این که حالا سر کلاس آنلاین هستین تدریس میشه، هم حل تمرین داریم، هم پروژه هایی داریم که شما باید براش وقت بذارین. در واقع راجع اون پروژه ها بحث میشه. من فکر می‌کنم یه زمان بهینه هست، حالا نه بیشتر از این که حالا یه مقدار زیادتر میشه، نه کمتر. یه زمان بهینه هستش که شما باید تو این زمان وقت بذارین و حالا اینطوری هم نیست که شما 1 ماه 2 ماه بتونین به اون سطحی که سطح متوسط به بالا هست برسین. باید حتما زمان بذارین. درست. من یه نکته تکمیلی هم بگم بچه‌ها. اون خیلی از آموزشگاه‌های بزرگ دنیا، مثلا از IBM بگیرید تا کورسرا بگیرید تا حالا اون معروفای دنیا که کورس‌های آنلاین برگزار میکنن، اون مستری که برای چی دارن، برای همین هوش مصنوعی دارن 2 ساله. ما هم واقعا یعنی توصیه من به مجموعه فراپلاین بود که این رو 2 ساله بچینیم. خب ولی خب 2 سال میدونم یه سری محدودیت‌ها داره، شاید خیلی‌ها نخوان، نتونن امکانشو داشته باشن و اینا. من مثلا بهش پیشنهاد کردم که حداقل 7-8 ماه باشه، ولی اینکه فکر کنید یه تخصصی رو که مثلا همه دنیا دنبالشن، یعنی من بهتون قول میدم هر کسی که دیتا ساینس بلده، تجربه کاری هم داره، ظرف نهایتا 2-3 ماه بتونه هر جای دنیا خواست جاب آفر بگیره، فرق نمیکنه از امریکا، کانادا، هر کشوری که فکر کنید. خب اگه این یه چیز آسونی بود که تو 1 ماه یاد میگرفتن، مطمئن باشه الان همه جوونای ما نمیدونم داشتن تو سیلیکون ولی کار میکردن یا مثلا جاب آفرهای بالا گرفته بودن. این مینیممه. اینو داشته باشید که اگر میخواین این حوزه بیاید، حوزه سختیه، حوزه‌ای که بعد تلاش زیاد بکنید، بعد اچیومنتتون یعنی اون دستاوردتون هم قابل اتکاس، قابل ارزشمنده. این رو داشته باشید. یعنی اگه کسی دنبال اینه که چیز ساده یاد بگیره، زود بره سر کار، هوش مصنوعی مسیر مناسبی براش نیست. هوش مصنوعی برای کسی خوبه که میخواد وقت بذاره ولی یه چیز رو یاد بگیره که آینده‌اش رو تامین بکنه، چه تو ایران چه خارج از کشور. خب پرسیدن که
پرسیدن نتشون قطع شده. هزینه دوره ما برای دوستانی که توی وبینار شرکت کردن یه تخفیفی داریم، میتونید به پشتیبانی پیغام بدین. حدودا فکر کنم 6 میلیون خورده‌ای باشه که میتونید قسطی هم پرداخت بکنین هزینه دوره رو. بعد پرسیدن که آیا هوش مصنوعی وارد استعدادیابی مبتنی بر ژنتیک و روی تراشه‌هایی که داخل قسمت‌هایی از بدن گذاشته میشه تأثیر مثبت داره؟ حالا من فکر کنم دکتر فرگردی جواب بدم. من میگید سوالشون رو دوباره من میگید. پرسیدن که آیا هوش مصنوعی وارد استعدادیابی مبتنی بر ژنتیک و روی تراشه‌هایی که داخل قسمت‌هایی از بدن گذاشته میشه تأثیر مثبت داره؟ هوش مصنوعی همه جا میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اون ببینید اینجور تکنولوژی‌ها ترکیب سخت افزار، ترکیب نرم افزار و ترکیب هوش مصنوعی. هوش مصنوعی روی تصمیم گیری ها و ارتباط بهش میگن بحث‌های کوگنیتیو، بحث‌های ادراکی و اینکه ما درکمون از سیستم بدن چطوری میتونیم با سیستم بدن ارتباط برقرار کنیم، اینو میتونه خیلی کمک بکنه. اصلا یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی بحث‌های کوگنیتیو هست. خیلی ممنونم. گفتن که خوشحال میشیم، گفتن که به خاطر مناظره امشب نتونستن کامل ببینن وبینار رو. ما وبینار رو ضبط کردیم توی کانال تلگراممون قرار میدیم، میتونین به طور کامل مجدد اگه فرصت نکردین ببینین. خب راجع به پروژه ها صحبت شد، اینکه حالا چه پروژه هایی رو انجام میدیم. حالا یه اسلایدی بود که توضیح دادم، حالا خیلی به دیتیل وارد نشدیم چون فرصت ما محدوده، ولی خب مشخصه که پروژه به چه صورتی هست. من مجدد حالا لینک رو براتون میفرستم، میتونین ببینین که 5 تا پروژه هست که هر کدومش حالا یه قسمتی از در واقع مباحثی که توی کلاس مطرح میشه رو پوشش میده. بعد فکر میکنم دیگه زمان ما تموم شده و اینکه حالا اگر میگم باز اگه سوالی دارین و اینکه اگه فکر میکنین که در واقع نمیدونین چطوری هوش مصنوعی میتونه توی حوزه کاریتون یا تحصیلیتون کمک بکنه، فقط کافیه کلمه مشاوره رو به شماره‌ای که حالا پین شده SMS بکنین که مشاورین ما تماس میگیرن باهاتون و کاملا توضیح میدن که هم راجع به بوتکمپ هم راجع به اینکه هوش مصنوعی چطوری میتونه بهتون کمک بکنه. بله، امتحان نیست، پروژه است. یعنی شما پروژه ها رو انجام میدین، برای استاد میفرستین. حالا اینطوری هم نیستش که فقط یک بار انجام بشه. حالا امکان صحبت هستش که حالا مثلا کجاها رو اشکال دارین و اینکه اینطوری نیستش که یه امتحانی داشته باشیم که مثلا اگه اون امتحان رو قبول بشین پس میشین، اگه نه جوری نیست. پروژه است که پروژه رو انجام میدیم، حالا رفع اشکال هم داریم نسبت به پروژه. خب من فکر کنم وقت وبینار ما تموم شده. ممنونم که امشب 2 ساعت با ما همراه بودین و اینکه دیگه صحبتی نیست. آقای دکتر شما اگه صحبتی ندارین خداحافظی بکنیم از دوستان. نه منم صحبت ندارم. من تشکر می‌کنم از شما، هم از مهمانامون، مهمان دیگه که در کنار من بودن و هم از دوستانی که تو وبینار ما شرکت کردن و اینکه اگه فیدبکی چه برای من چه برای حالا مدرسان دیگه مجموعه دارن بذارن، استقبال میکنیم. ممنونم. بله، تو کانال تلگرام ما اگر حالا در واقع آدرسش رو پین کردیم چند تا نظرسنجی داریم که ممنون میشیم که اونها رو شرکت بکنید. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.